سلام، با یه قسمت دیگه از کج در خدمت جناب آقای سهند پرهیزکار هستیم. دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیرم و میریم که سلام علیکم داشته باشیم. سلام سهند. سلام، قربونت برم. خیلی خوشحالم که جلو هم دیگه نشستیم حرف میزنیم با هم دیگه. امیدوارم سلامت باشی. مرسی که دعوت ما رو قبول کردی. فدات شم. امیدوارم برنامه جالبی باشه. زنده باشی. خب من همیشه اینجوری شروع میکنم که یه ذره خودم توضیح میدم راجع به گذشته، ولی امروز قصد دارم که فقط تیتروار بگم چی شد فوتبال و شمشیربازی و کافه‌داری و این قصه احتمالاً جذاب و شنیدنیه. لطف داری. ببین بعضی اوقات مرور میکنم زندگی خودمو و به این فکر میکنم که اگر لازم باشه یه روزی به کسی توضیح بدم، بخوام حرفی بزنم یا اینکه بخوایم راجبش گفتگویی بکنیم با کسی، همیشه فکر میکردم که قراره خیلی طولانی بشه، چون توی اشل‌های مختلف من شاگردهای مختلف داشتم، چه تو زمان در واقع ورزشم محدود و چه زمان در واقع آشپزی و کافه‌داری و اینا. یه چیز طولانی که به بچه‌ها میگفتم، همیشه میگفتم که من خیلی زندگی کردم. حجم زندگیم، اندازه زندگیم، اون اتفاقاتی که برام افتاده بعضی اوقات از ظرفیت خودم هم حتی بیشتر بود. واسه همین فکر می‌کنم خیلی طولانیه، ولی اگه که بامزه باشه واسه آدم‌ها، جالب باشه، میتونیم راجعش حرف بزنیم. حتما جالبه. کجا فوتبال بازی کردی؟ داستان من فوتبال از 5 سالگی شروع شد و علاقه من به فوتبال تقریبا از هولوش جام جهانی 98 و ایران استرالیا و اتفاقاتی که تو اون جام جهانی میافتاد، من 5-6 سالم بود اون موقع، علاقه خیلی زیادی نشون میدادم به فوتبال و پیش از همش پای تلویزیون فوتبال میدیدم، خیلی با شوق زیاد. و در کنار فوتبال یه چیز جالب که کاراته هم خیلی دوست داشتم، نمیدونم چرا، شاید فکر کنم همه بچهای همسن سال من تو اون تایم این اتفاق رو دوست داشتن. و با دیدن جام جهانی 98 و علل خصوص که یک بازی خاص توی سال 99، من تصمیم گرفتم که فوتبالیست بشم و فوتبال رو دنبال بکنم. و اون بازی منچستر بایر مونیخ بود که از همون روز من منچستری شدم. از همون روز تصمیم گرفتم که فوتبالیست بشم و فوتبال شروع کردم از 5-6 سالگی. تا کجا رفتی؟ من تا قبل از 20 سالگی فوتبال بازی می‌کردم. زندگی معطوف بر فوتبال بود، هم مدل زندگیم، هم لایف استایلم، هم کارهایی که می‌کردم. تیم‌های مختلفی بازی کردم: داماش گیلان، ملوان، شهرداری تبریز، یه برهه کوتاهی تراکتور و صنایع عراق. همین این تیم‌ها رو بازی کردم. چی شد بعدش؟ توی رده امید بودیم، من نونهالان، نوجوانان، جوانان و رده امید رو بازی کردم و توی رده امید که بودیم یه اتفاقی واسه من افتاد و من توی 11 ماه 2 بار پشت سر هم دیگه اتفاق تکراری واسه زانوی راستم افتاد و باعث شد که همون موقع دلسرد بشم نسبت به فوتبال، هم یک سری از اتفاقای دیگه اومدن جایگزین فوتبال شدن تو زندگی برام. و اون موقع اگر کسی ازم میپرسید که چی شد فوتبال رو کنار گذاشتی، بیرحمی‌های فوتبال رو مثال میزدم براش و میگفتم که این دلیل این شد که فوتبال رو کنار بذارم. ولی الان که یه مقدار پخته ترم و از اون فضا جدا هم، یه مقداری تقصیر رو تو خودم هم میبینم. یعنی عدم پشتکاری که داشتم باعث شد که فوتبال رو کنار بذارم. یعنی تا 20 سالگی همه زندگی تو آلین کردی روی یه موضوعی و از 20 سالگی یهو اونو از دست دادی؟ همه زندگی آلین کردم. یعنی اینطوری بود که من تفریحم فوتبال بود، بخش جدی زندگیم فوتبال بود، خانواده‌ام فوتبال بودن، چیزی که تو قاب تلویزیون می‌دیدم فقط مرتبط به ورزش فوتبال بود، کارهایی که می‌کردم، بیرون می‌رفتم، لباسایی که می‌خریدم، هزینه‌ای که خانواده‌ام می‌خواستن برام بکنن در راستای فوتبال بود. و آره، تقریبا همه زندگیمو آلین کردم روی فوتبال. ولی متاسفانه یا حالا قسمتم نبود یا اینکه دچار بحران هویت نشدی وقتی فوتبال رو گذاشتی کنار؟ چرا دچار بحران هویت هم شدم اتفاقا. چیکار کردی؟ ببین من روزی که یه دوشنبه‌ای بود
که تصمیم گرفتم از تبریز برگردم رشت. بعد از 3 ماه استراحت پزشکی و کارهای مدیکالی که روم انجام میشد، فیزیوتراپی و همه اینا، و خانواده‌ام خیلی اصرار داشتن که من برگردم رشت. من موقع تبریز فوتبال بازی می‌کردم. خیلی اصرار داشتن من برگردم و من بر نمیگشتم. حالا اون موقع کچلم نبودم، یه مقدار موهام بلندتر بود و نه به سلمونی میرفتم نه به خودم میرسیدم. خیلی افسرده طور نشسته بودم و به زندگی فکر میکردم که چی شد که این اتفاق برام افتاد. و بعد از 3 ماه تصمیم گرفتم برگردم رشت و خانواده‌ام من دیدن اول خیلی تعجب خیلی زیاد و من دوچار یک اتفاقی تو زندگیم شدم که خودم فکرش رو نمی‌کردم و اون این بود که تبدیل به یک آدم گوشه‌گیر در خونه شدم که حتی فوتبال هم نگاه نمی‌کردم و اون هویت ورزشی که از خودم ساخته بودم کم کم داشتم ازش متنفر می‌شدم و هر اتفاقی رو هم که قبلا انجام نمیدادم توی یک بازه زمانی، در واقع به مناسبت سنم شروع کردم به انجام دادن. بیرون رفتن‌های طولانی، شب زنده‌داری، حالا کافه‌های مختلف. یعنی تو تا 20 سالگی یک زندگی رو زندگی کردی که آرزوی میتونم بگم 70-80% پسرای 18-19-20 ساله است دیگه، فوتبالیست شدن در تیم‌های شناخته شده. درسته؟ بله. درآمد خوبی هم داشت؟ ببین درآمد خوب هم داشت داره. یعنی من توی اون بازه زمانی به خودم به صورت شخصی زندگی با کیفیتی داشتم. شاید نمیتونستم کارهای عجیب غریب بکنم، پول عجیب غریبی در نمیومد، ولی من یادم آخرین قرارداد حرفه‌ایم با شهرداری تبریز تو سال 89-90، یعنی فصل 89-90 $30 میلیون بود و من 30 میلیون تومان، یعنی $30,000. آره 30 میلیون تومان بود و من اون رو چون حالا تو رده های پایه بودیم و در واقع تو رده پایه فوتبالیستا خیلی زور اینو ندارن که بخوان حقشون رو طلب بکنن یا پولشون رو بخوان یک جا بگیرن. یه عددی رو یادم نمیاد، شاید 2 یا 3 میلیون تومان همون اول بهمون دادن و ما بقیش رو ماهی 700,000 تومان به کارتی که از طریق شهرداری تبریز و باشگاه شهرداری تبریز برامون باز شده بود به حسابمون واریز میشد ماهی 700,000 تومان. من خیلی خوب زندگی میکردم اون موقع. یعنی هر موقع اراده میکردم کتونیم رو عوض میکردم، کوله ورزشی، لباسای مختلف ورزشی و اینا رو تهیه میکردم. آره کیفیت زندگیم در حد و یهو از دست دادی با مسئول. و آره یهو از دست دادم همش رو که میگم اون تایم اگر باشه شاید 10 سال یا 15 سال قبل باشه میگم از دست دادم، ولی الان میگم که خودم هم خیلی شاید براش تلاش نکردم که نگهش دارم. بعدش کجا رفتی؟ بعدش به زندگی خورده به پیچ و خم‌های مختلفش رو بهم نشون داد. من اصلا بچه درسخونی نبودم تو تمام دوران تحصیلم، بچه درسخونی نبودم، ولی در عین حال حالا با فکتایی که وجود داشت یا با اتفاقاتی که برام میافتاد باهوش بودم توی درس. من شنونده خوبیم در زندگی، آدما رو زیاد گوش میدم و این شنونده بودنم باعث میشد که من تو دوران تحصیلم تو مقاطع مختلف با یک بار گوش دادن در واقع اتفاقایی که معلم‌ها یا دبیرا یا استادا راجبش حرف میزنن بفهمم که چی میگن. همین باعث میشد که یک تنبلی در من ایجاد بشه. من درس نمیخوندم بعدش چون خوب میفهمیدم حرفاشون. بعد از در واقع فوتبال من برای دومین بار کنکور دادم توی دانشگاه و 2 سال پشت سر هم دیگه دانشگاه سراسری قبول شدم بدون اینکه درس بخونم. و سال دوم، یعنی سال اولی که قبول شدم، به خاطر همون فوتبال و باشگاهی که توش بازی میکردم نشد که برم دانشگاه، اجازهش رو بهم ندادن. ولی سال بعدش که توی کنکور شرکت کردم، کنکور سراسری تو رشته تربیت بدنی قبول شدم و اولویتم یه کوچولو اون موقع شد درس و کار و میگم اون چیزایی که قبلا فوتبال باعث میشد که نرم سمتشون، بیرون رفتن و حالا دوست پیدا کردن، چون من دوست غیر فوتبالی نداشتم اصلا. از اون افسردگیه چجوری نجات پیدا کردی؟ ببین خیلی عوامل مختلف داشت. یکی از مهمترین عواملش کوتاه هم بود. اول برنامه هم گفتی فوتبال، شمشیری بازی، کافه و اینا. یکی از مهمترین دلایلش که تونستم از اون افسردگی و اون حالات بد اون روزها بیام بیرون، پیشنهاد پدرم بود.
من پدرم سالیان سال در رشته شمشیربازی فعالیت میکردن، داور بین‌المللی شمشیربازی بودن، سرپرست تیم‌های ملی بودن، رئیس هیئت‌های مختلف بودن توی ایران، آذربایجان شرقی و استان گیلان. و پدرم بهم پیشنهاد داد که بیا برو شمشیربازی. و من این مدلی بودم که خب من اصلا زانوم مشکل داره و شمشیربازی رو چون از بچگی دنبال می‌کردم، میشناختم، میدونستم که چه اتفاقاتی توی شمشیربازی رقم می‌خوره، فکر می‌کردم که هیچ وقت نمیتونم این کارو بکنم. و بهش گفتم که خب پدر من اصلا زانوم یه مشکلی داره و چرا باید برم شمشیربازی که همش رو زانوه. گفت نه به هر حال مدت‌ها ازش گذشته، میتونی و اینا، شاگردای من هستن کمکت میکنن و میتونی بری. و پیشنهادش رو به یه مقدار جدی گرفتم و رفتم سمت شمشیربازی و همزمان دانشگاه هم میرفتم، همزمان کار هم میکردم. یه شرکت خانوادگی داشتیم اون موقع که درگیر کار، یعنی بخش کاری زندگیم درگیر اون شرکت بود و رفتم سمت شمشیربازی. و من توی 4 ماه 2 بار پشت سر هم قهرمان استان گیلان شدم توی اسلحه ساب، توی رده امیدهای در واقع جوانان. یه مقدار سنها در رشته‌های مختلف فرق می‌کنه و قهرمان استان گیلان شدم 2 بار پشت سر هم دیگه. و دیدم که من یه استعدادی مثل که توی این ورزش هم دارم و دنبالش کردم و خیلی تو اون بازه زمانی بهم کمک کرد که حداقل از اون اتفاقاتی که توی دوران فوتبال برام افتاده بود بیام بیرون. یه سری اتفاقات توی شمشیربازی هم بعدها برام افتاد که میتونست اون افسردگی رو تشدید بکنه، ولی دیگه زندگی یه سری چیزایی بهم یاد داده بود که دیگه انقدر خودم رو زود نبازم. یه چیز جالبی که گفتی، من خودم در دورانی که خیلی اوضاعم بد بود، حالا کسایی که این پادکست رو دیدن یا چیزای دیگه از من دنبال میکنن یا خب شماها احتمالاً شنیدین، من یه 2-3 سالی رسما از خونه بیرون نمی اومدم به دلیل همون سوالی که از تو هم پرسیدم که وقتی که اونقدر رفتی یه جایی که هر کسی بهش نمیرسه و یهو افتادی پایین، این افتادنه آدم رو دچار بحران اگزیستانسیال میکنه قشنگ. تو اونجوری هستی که چی شد و دیگه معنا رو انگار از دست میدی دیگه. بد نیست بگم، چون میگم که حالا چیزی که به من کمک کرده یا تو الان یه معنای دیگه پیدا کردی به نحوی داری میگی با یک معنای خودتو گره زدی به یک معنای دیگه و نجات پیدا کردی. من خانم خیلی زحمت میکشید و میشست. اصلا امروز آوردم چون میدونستم که واسه این کتاب روان درمانی اگزیستانسیال اروین یالوم رو خودش 2 بار خوند و پادکست رواق رو که قشنگ کتاب خلاصه نمیکنه، ریز به ریز توضیح میده، 5 بار گوش داد. و چون من اصلا در شرایطی نبودم که کتاب بخونم یا پادکست گوش بدم، من همین که خواب بیدار شم خودش یه پروژه‌ای بود و چه روزای بدی. الان یادش میافتم تنگ نفس میگیرم به خاطر اینکه عجیبه. anyway و خیلی کمک کرد و فکر میکنم که اینجا جاییه که میتونیم اشاره کنیم به اینکه آدم‌ها اگه فکر میکنن که توی همچین بحرانی گیر کردن شاید برن پادکست رواق گوش بدن، به کارشون میاد. یه جای جالبی شد این بحثه که اصلا من میتونم توضیح بدم چرا اسم این پادکست کجه. آدم از دور که زندگی تو، زندگی من، زندگی حالا بقیه دوستانی که مهمونهای ما بودن و خواهند بود و نگاه میکنن، فکر میکنن که این چقدر مثلا آدم موفقیه، فوتبالش رو بازی کرده، شمشیربازی مقامش رو آورده، نمیدونم 13-14 سال توی صنف دیگه ای اصلا سابقه کاری داره، الان مطرح آدما دوست دارن که باهاش کار بکنن و چه، ولی هیچ وقت روزای سیاهو اصلا ندیدن. بله. یه زمانی تو اینستاگرام مود شده بود میگفت هر کی به یه جایی رسیده بدبختیشو کشیده و مثلا حسودی نکنیم، چرت و پرت نگیم راجع به آدم‌ها. این واقعیه. من برای همین تصمیم گرفته بودم که اصلا اسم این رو گذاشتم که کج. از ضرور مسئله آدم باید کج بشینه راست حرف بزنه میاد. یعنی اینجوری بودم که آره راست زندگی آدم‌ها رو بخوایم نشون بدیم دیگه.
همین من اینجا رو گفتم فرصت رو مغتنم بشمارم که این کتاب رو دوباره به اونهایی که نمیشناسن معرفی بکنم و با یک مثال زنده‌ای که راهی وجود نداره، احتمالاً دردش برای پسر 20 ساله خیلی زیاده که تو اگه نمیرفتی بالا اونقدر درد نداشت، ولی تا اونجا بری بالا و فکر کنی برای خودت کسی شدی و یهو انگار خدا بزنه پس کلت پرتت کنه پایین بگه که کسی نیستی تو. ببین این که میگی بری بالا رو خیلی واقعا اون موقع واسه یه بچه 20 ساله، یه نوجوان یا جوان 20 ساله، من اون موقع خیلی اتفاقای جالبی برام میافتاد. ببین خب تو شهر رشت، یه شهر کوچیکی، حالا نه خیلی کوچیک ولی یه شهر کوچیکیه که آدم ها میشناسنت، آدم ها پیگیرتن، میدونن خانوادت کیه و اینا، حداقل جامعه آماری آدم های دور و بر خود. فکر کنم اتفاقاتی واسه من میافتاد که خب عکسم رو میزدن رو در و دیوار، نه عکس تنهایی ما، عکس تیمیم رو در یه شهرتی آره یه اسمی تو بنرها و اینا، حالا عکسمون بود و اینا. یهو همه اینها از من گرفته شد و من موندم و اتاق خونه و یه سری اتفاقای دیگه که تونستم حالا خدا رو شکر ازش بگذرم. یه چیزی وجود داره میگن آدم بیشتر دلش از این میشکنه که احساس میکنه که کسی روایت دردش رو نشنیده. چقدر این حس رو داشتی؟ ببین خیلی یه زمان طولانی، حتی الان هم اینطوریم. ما تو محیط کارمون که الان در واقع تو محیط کارمون هم هستیم، با دوست عزیز و نزدیکم علیرضا که برنامه با خود شما هم ضبط کرده، که دوست و عزیز شما هم هست، همیشه راجع به این قضیه صحبت میکنیم که بعضی موقع سری آدم ها هستن، مثال فوتبالیشو بخوام بزنم، با علیرضا خیلی راجعش حرف می‌زنه، مثل هافک وسط‌های زحمتکشی هستن که بازیشون خیلی به چشم نمیاد، ولی اگر نباشن احتمالاً که چرخدنده‌های اون تیم درست کار نمیکنه. من خیلی توی زندگیم این هافک وسطی که به چشم نمیاد کاراش رو تو زندگیم خیلی تجربه کردم، خیلی زیاد، چه تو مقوله کاریم، چه حتی اون موقعی که فوتبال بازی میکردم که خیلی جالبه، اون موقع پستم هم هافک وسط بود، شاید اصلا اون رو مونده، چه زمانی که اومدم سمت شمشیر بازی، اون هم در واقع این مدلی بودم که خیلی موقع خیلی اتفاقایی که برام میافتاد رو آدم‌ها نمی‌دیدن و اتفاقایی که من رقم می‌زدم رو هم آدم‌ها نمی‌دیدن. هیچکی نمی‌بینه. من ببخشید واسه حرفت پریدم. یه چیزی که وجود داره اینه که همه آدم‌ها احساس می‌کنن که حالا قربانی ان یا گناه دارن یا به دلیل اینکه روایت دردشون شنیده نشده. و یه سوالی وجود داره که چرا نیاز داریم که روایت دردمون شنیده بشه؟ مگه خودمون نبودیم و ندیدیم و مگه خودمون کافی نیستیم برای شهادتش و شاهد بودنش؟ که انگار نیستیم. یعنی این چیزی که میگه رو منم چشیدم و متاسفانه همه ماها، همه آدم ها چشیدن. چه بسا که احتمالاً از تو هم بپرسم الان جوابت اینه که آیا واقعا حتی پدر مادرت فهمیدن چی کشیدی؟ بخش بود ورزشی زندگیم رو فکر میکنم حتما فهمیدم، ولی احتمالاً یک سری اتفاقهایی در چارچوب اتاق خونه میافتاد که هیچکی ازش باخبر نبود و سهند نوجوان مجبور بود به مثل اینکه در اتاق باز میکنه، پله ها میاد پایین و میاد توی سالن خونه، یک چهره دیگه ای رو از خودش به پدر مادرش نشون بده. حتی واسه همین آره میتونم بگم که یه بخش عمدهش رو پدر مادرم هم حتی نفهمیدن. و برای همه اینطوره. و برای من امروز میتونم بشینم جلوی تو و بگم که شاید یه داستانهایی رو شده اینجا من برای شماها تعریف کردم، ولی یه داستان با نمکی وجود داره. من بچه آخرم و این از اول یه لیبلی وجود داره که مثلا ترک باشی، پسر باشی، همه نگرانن که تو لوس نشی. بچه آخرم باشی، همه نگرانن تو لوس نشی. این بچگی لیبلش مونده رو ما که علی لوسه. چند تا بچه بودین؟ ما 3 تا بچه‌ایم، 2 تا خواهر بزرگتر دارم و من تک پسر بچه آخرم که چون همه نگران بودن من لوس باشم، این لیبله هم هست، علی لوسه. حالا آدم‌هایی که با من کار کردین و یا میشناسین و کماکان یه چیزی از آن اتفاقایی که افتاده شنیدین، حداقل آنچه که به من گفتند و گفتید اینه که
این تصوره رو ندارید. شاید هم اینجوری گفتین که دارم نشگرم. نه. بعد این اتفاقه هنوز هست، یعنی اون از اون بچه 2 ساله برای من خیلی این چیزی که دارم میگم دردناکترین نقطه زندگی منه. یعنی هنوز که هنوزه هر از چندی یکی مامانی، بابایی، خواهری، خاله‌ای، دایی یه شوخی میکنه راجع به این قضیه، من 7-8 جلسه تراپی میرم بدون که کسی بفهمه که با من چی کار کرده. اینو دوست دارم بگم دوباره اینجا. منم سال 91 نزدیک $30,000 در می آورد. حالا به خاطر مدرسه و نمیدونم کنکور و این چیزها یه جوری شده بود که شاگرد خصوصی داشتیم و اون موقع من ساعتی 250-300 هزار تومان درس میدادم ساعتی. و خدام یهو خواسته بود اولین دانش آموز و یکی از دوستان به نام آقای علی چیتساز معرفی کرده بود که هر جا هست امیدوارم سالم و سلامت باشه، دعای خیر ما پشت سرش هست، خیلی وقت ازش خبر ندارم. و دیگه خب چون با حوصله درس میدادم و اینا، من کلا حوصله‌ام تو حرف زدن و درس دادن خوبه. اینا هی معرفی کرده بودن به هم دیگه و من دیگه خیلی شاگرد داشتم و تایمم پر. خب خیلی پول داشتم سهند. یعنی یک چیزی وجود داشت که مگه میشه علی آبنار بره جایی کسی دست تو جیبش کنه؟ معلومه همه رو من حساب میکردم و این همینجوری گذشت. بالاخره من شرکت خودم و اولین شرکتی که باشون کار کردم که الان هنوزم باشون در ارتباطم همون موقع تو حوزه آموزش المپیاد بود که خیلی بزرگ شد و هنوزم 15 ساله است دیگه. من همینجوری وضعم خوب بود و حالا دوره‌های شکست هم داشتم دیگه. 2-3 بارم بیزنسم زمین خورده تا حالا، همش فقط موفق نبود. یه دوره‌ای در کانادا، ببخشید سخته گفتنش، هیچکی نمیدونه من چی کشیدم، شاید خانومم بخشیشو بدونه. یعنی من حتی برای پدرم، مادرم و خواهرام تعریف نکردم. یه دوره‌ای که یه بابای سر ما کلاه گذاشت و من خیلی اذیت شدم. خب از یه وضعیت خیلی وضع مالی خوب گردن کلفت، یهو به خودم اومدم دیدم برای این که بتونم اجاره خونه بدم دارم چاه دستشویی مردم رو وا میکنم. و این دوره کوتاه هم نبود، 2-3 سالی که قشنگ خونه خوابیدم، 1-2 سالی هم شغل سخت داشتم، کارگری صرف. و کارگری اصلا شغل بدی نیست، ولی ابدا من به عنوان یه آدم وسواسی که لیوان دهنی رو کسی رو نمیخوردم، میشستم کف توالت مردم که بتونم مثلا این چاه دستشویی رو باز کنم. و کثیف بود، طرف بینی شد، تمیز کرده بود اونجا بود و برم میزدن، دادم میزدن، پولم هم نمیدادن و هنوز که هنوزه از این دردم میگیره که احتمالاً ته دل مامانم، ته دل بابام علی لوس بود که کانادا نموند، در صورتی که من اصلا اول موندم کانادا، دوباره موفق شدم، وضع مالی رو درست کردم، بیزینس رو ردیف کردم، حالا بچه ها دیدن دیگه، نمیدونم بنزم رو دوباره خریدم. ولی من اونجا اون آدمی که دلم میخواست نبودم و تصمیم گرفتم بیام اینجا و اون کاری که بلدم رو انجام بدم و اون روایتی که باید رو. ولی احتمالاً الان آدم ها فکر میکنن که این چه آدم کم تحملیه یا چه آدم، میدونی. و من راجع به این موضوع خیلی با تراپیست های من 2 تا تراپیست میرم، هفته 2 تا تراپیست میرم، هر هفته 2 نفر متفاوت میرم پیششون، چون سبک‌های مختلفی دارم و 2 تا در کنار هم خیلی به من کمک میکنن. ولی هنوز کسی نمیدونه و این روایت رو کسی نشنیده و انگار اون حس شنیده نشدنه خیلی دردناک. درسته؟ ببین من اول از بچه اشتراکمون بگم که منم ترکم، منم بچه آخرم، ما 2 نفریم، یعنی در واقع یه برادری دارم که از من بزرگتره. این اول بچه اشتراکی که خیلی برام جالب بود.
عنوانش بکنم. تو هم نگرانت بودن که لوس چی؟ آره خیلی نگرانم. الان میدونن لوس نیستی، میدونن سهند داره چی کار میکنه؟ به من همون موقع ها تو دورانی که آدم ها نگرانم بودن که لوس نشم بهشون فهموندم که آدم لوسی نیستم. نمیدونم اونا چقدر فهمیدن یا نه، یعنی من حداقل تلاشم کردم که بهشون بگم آدم لوسی نیستم. اوکی، الان که خودم هم اول حرفام گفتم که شاید الان ازم بپرسی چی شد فوتبال خودم رو مقصر بدونم، پس آدما بگن که حتما خب یه تحمایل لوسی داشتی که نه فوتبال رو دنبال نکردی. ولی خب انقدر جزئیاتش یعنی دلایل واسه بعضی موقع‌ها اون لودی که تو لحظه میاد رو تو انقدر زیاده که اندازه ظرف یه بچه 20 ساله نیست. دقیقاً همینطوریه. اتفاقاتی که واسه من داشت میافتاد هی پشت سر هم دیگه. خب ببین نمیخوام از موضوع به موضوع دیگه ای بپرم، ولی خب این یه بک‌گراندی هم داره. حتما چارچوب خونه هم پرفکت نبوده اون موقع ها، نمیخوام خیلی راجعش صحبت کنم حقیقتا، ولی خب به هر حال اتفاقاتی که تو بیزنس برای پدرم میافتاد در بازه های مختلف رو من تأثیرهای مختلفی میذاشت. مثبتش رو مثبت میذاشت، منفیش رو خیلی منفی من تلقی میکردم حداقل، چون یک بچه‌ای بودم که یه روزی به خودم اومدم دیدم از 3 تا ماشین پارک توی پارکینگ خونه و 3-4 تا ماشین کاری توی کوچه که راننده ها می آوردن پارک میکردن و گونی پول آوردن توی خونه از طریق بیزینس پدرم. اتفاقای عجیب غریبی بعدش افتاد. حالا مثبتاشو گفتم، منفیاش یه ذره شاید ناراحت کننده باشه، ولی اینکه خب آدما بیان هی طلب پولشون رو بکنن. بله. چون بدهکار بودم واقعا دردش نباشی که بتونی پاسخگو باشی و یه بچه کوچیک اون صحنه ها رو همش ببینه. خب اینا همشون در نهایت تأثیر میذاشت که اوکی اگر قراره من یک اتفاق رو رقم بزنم که این پول این اتفاق دائمی نباشه، پس از این شاخه میپرم یه شاخه دیگه. حالا تو بین این دوتا شاخه حتما یک بازه افسردگی رو هم با خودم حمل میکنم، ولی میرم یه جای دیگه که شاید بتونم موفق بشم و اون اتفاق دوباره برام رقم نخوره. آره خیلی از بچگی تلاش کردم که با آدما بگم آدم لوسی نیستم، ولی خب حتما به خاطر همون بچه آخره بودن احتمالاً آدم‌ها یه ذره برچسب بهم چسبوندن. هیچ کسی حتی بچه خودش رو هم نمیشناسه، چه برسه بقیه رو. یعنی این من و تو نیستیم، هیچکی نمیشناسه، هیچکی هیچ کس رو نمیشناسه. یه جمله هست میگن هیچ کس از دل هیچ کس خبر نداره. واقعا همینطوره، چون حتی شاید از بیرون رنج رو ببینن ها، ولی نمیفهمن که این وزنش رو تو چیه. میتونم منظورم برسونم؟ یه سوال دارم، کی بیشتر از همه، سوالم ممکنه اذیتت کنه، ببخشید، کجا و کی بیشتر از همه به سهند این حس داد که میتونی خودت باشی، اینی که هستی خوبه؟ آیا جایی کسی این حس رو بهت داد؟ ببین تو بازه‌های مختلف زمانی آدم‌های مختلفی بودن که این حس رو حقیقتا بهم دادن. همین الان هم آدمی هست که این حس رو بهم میده که اینی که هستی آدم بسیار مناسب و خوبیه واسه جامعه، واسه کارت، واسه حال هر اتفاقی که داره پل محورت رو رقم میخوره. ولی روزهایی بود که من با مادرم ارتباط خیلی خیلی خوبی دارم، خیلی با مادرم ارتباط خوبی دارم. روزهایی بود که با مادرم صحبت میکردیم و من ناله و گله میکردم از اینکه این اتفاقا داره برام میفته و من نمیخوام آدم روتینی باشم، نمیخوام یکی شبیه به انصد نفر دیگه باشم، میخوام زندگیم یک مایه متفاوتی نسبت به بقیه داشته باشه. شاید تا اون موقع که گله این رو میکردم که نمیخوام آدم تکراری باشم، همون موقع هم زندگیم خیلی تکراری نبوده به خاطر چیزایی که تجربه میکردم، ولی احساس میکردم داره میره توی اون مسیر. و مامانم خیلی بهم کمک کرد. مامانم بازنشسته آموزش پرورش 34 سال معلم بوده و تو تمام زندگیش یک بخشی به غیر از مادر بودنش به عنوان معلم کنار من و برادرم و حتی پدرم بوده و بهمون یاد میداد که اگر یک اتفاقهایی داره تو زندگیتون میفته، اگر برسی به سرفصل یک درس مشخص از زندگی، حتما میتونی پاسخهای جالبی هم واسش داشته باشی.
و اگر آره بهم بگی که مشخص ترین آدمی که بهت کمک کرد که به خودت بیای بگی که اینی که هستی کافیه، اینی که هستی خوبه، اصلا کافی نیست، خوبه، اگه اون آدم کیه میتونم بگم حتما مامانم. خیلی بهم کمک کرد واسه این اتفاق. میخوام سوالو برعکسش رو هم بپرسم. کی بیشتر از همه باعث شد فکر کنی کافی نیستی؟ ببین حس ناکافی بودن، این آهی که کشیدی قشنگ یه خاطره مرور شده. حس ناکافی بودن از آدم، حس ناکافی بودن گرفتن از آدما خیلی حس بدیه. نمیدونم چند نفر از آدم ها در زندگیشون به معنای کلمه تجربه کردن حس ناکافی بودن، ولی مهم اینه به نظر من حس ناکافی بودن رو از کسی بگیری که میدونی یا تاثیرگذار خواهد بود در زندگی در آینده، یا تاثیرگذار بوده، یا اینکه یه اتفاقی رو داره برات رقم میزنه که اینطوری بهت بگم انتظار نداری از اون آدم این حرف رو بشنوی، این بازخورد. اصلا مگه همه ضربه های بزرگ از جایی نمیخوره که انتظار نداری؟ چرا؟ ولی تو اون بازه زمانی ببین کلید واژه همون انتظار نداریه. تو اون لحظه که نمیدونی اون آدم قراره چه اتفاقی برات رقم بزنه. من حقیقت ماجرا اینه که آه رو کشیدم، ولی نه راجع به اسمش میخوام صحبت بکنم، نه راجع به اینکه کی بوده میخوام صحبت بکنم. ولی خب یه سری داستان‌های بامزه هست که میتونم لابلاش بگم. گفتم که رفتم سمت درس و کار و یه بیزینس خانوادگی. یه اتفاقی تو اون بازه زمانی افتاد که من با یکی از نزدیکترین اعضای خانواده‌ام که هم دوستم بود، هم رفیقم بود، هم اعضای خانواده‌ام بود، یه شکست خیلی خیلی بزرگ، هم مالی هم عاطفی و هم موقعیت اجتماعی طور ازش خوردم که اصلا انتظارشو نداشتم که این اتفاق بیفته. اصلا شاید بهت بگم شاید یه ذره آدم کینه‌ای هم هستم، نمیدونم، کینه‌ای نیستم، ولی حتما بدی در حافظه بلند مدت من میماند. یک شخصی یک کاریو تو یک بازه زمانی با من کرد که من فکر کردم آدم ناکافی هستم، فکر کردم کار بلد نیستم. یه موقعی شک کردم که حرفایی که راجع به این میزنه که یه چیزهایی از من بردید و خوردید و یه چیزهایی از من کم کردید نکنه واقعیه، نکنه من یه کاری کردم، نکنه من یه پولی و اشتباه جابجا کردم، نکنه یه اتفاقی. و بعد از اون دوران خیلی تلخ تصمیم گرفتم که یک فیلد کاریم رو عوض بکنم، حتما بیام سمت علاقم، حتما برم سمت اتفاقاتی که بتونه من رو آدم مهمی بکنه حداقل در شغل خودم. و اون حس ناکافی بودن فکر میکنم خیلی باعث این شد که این اتفاق بیفته برام. یعنی تو از پتانسیلش استفاده کردی برای پیشرفت؟ حتما این کارو کردم. یه سوالی دارم، یه سوال خیلی موقع خودم هم میپرسم. حتما اگر خاطرات بد یا اتفاقات بد وجود نداشتن، حالا الان قرص نمیخوردیم یا نمیدونم اضطراب نداشتیم، افسردگی نداشتیم، این چیزا، ولی اگر نمیافتادن اینی که الان هستیم هم نبود. اینو چقدر قبول داری؟ خیلی اضطراب و ناراحتی خیلی در زندگی، اگر که آدمی در واقع باشی که بتونی بگذری ازش، فکر می‌کنم خیلی میتونه کمک بکنه، چون تو یک اضطرابی رو داری میکشی واسه اتفاقاتی که نیفتاده و اون اتفاقات رو یک روزی باید رقم بزنی که اون اضطراب نباشه دیگه. حتما اون میتونه محرکی باشه واسه بلند شدنت. چیز جالبی که من دیدم، ما این برنامه‌ای داریم با یکی از دوستانی که روانشناسن و مشاور بودن در مدرسه فرزندان تهران، با بچه‌ها باهوش زیر دستشن و اون این رو تایید میکنه و اصلا قرار شد که با هم شروع کردیم اون برنامه رو ساختیم و فکر کنم از این هفته ریلیز هم میشه. راجع به این حس ناکافی بودن و اون پتانسیلی که ایجاد میکنه و آسیب‌هایی که میزنه، قسمت جالب ماجرا اینجاست که بیشتر آدمایی که کارهای عجیب غریب تو زندگیشون کردن یه حس ناکافی بودن وحشتناکی داشتن به هر دلیلی. ممکنه یه معلمی یه جایی یه چیزی گفته، یه پارتنری، دوست دختری، دوست پسری یه جایی رها کرده که این آدم احساس کرده من کافی نبودم که رها شدم، یا هر آن چیزی.
که باعث شده این آدم تصمیم بگیره تو زندگیش معمولی نباشه، شق عمل کنه. یعنی رفتار ناسالمه، ولی رفتار ناسالم سازنده است انگار. شاید از نظر متریالیستیک سازنده است، حالا شاید از نظر روحانی و روانی تخریبگر باشه، ولی حتما از نظر متریالیستیک خیلی سازنده است. یه روایتی داریم که سهند به دلایل عجیب غریب شاید سیاسی اسمشو بذاریم، از شمشیربازی هم که خیلی توش موفق بوده یهو میاد بیرون و دوست داری تعریف کنی؟ آره بامزه است. خب من وارد شمشیربازی شدم با پیشنهاد پدرم، استعدادی که در من میدیدن آدم ها، و وارد رشته شمشیربازی شدم. تو 4 ماه 2 بار تونستم قهرمان استان گیلان بشم و در کنار این اتفاقاتی که داشت میافتاد یه سری بدیهایی رو داشتم در این رشته ورزشی میدیدم که تا قبل از اون به عنوان یک مخاطب، چون من برادرم هم شمشیرباز بود، پدرم شمشیرباز بود، پسرم که اتفاقا قبل ضبط این برنامه گفتم ارتباط جالبی هم با هم دیگه داریم، اونم شمشیرباز بود و خانواده‌مون کلا اقبال داشتن نسبت به این رشته. پدرم 60 ساله، شاید 60 سال زیاده، شاید 40 سال. رفتم سمت این رشته ورزشی، فهمیدم که استعداد دارم، فهمیدم که میتونم توش موفق باشم، شروع کردم تلاش کردن براش تا یک جایی شروع شد یک سری اتفاقات عجیب غریب برام افتاد. خب پدر من زمانی که از زندگی حرفه‌ایش، در واقع زندگی ورزشیش فاصله گرفت، دلایل خیلی مختلفی داشت. خلاصه دلایل برمیگرده به سیاست ورزشی یا اجتماعی، حالا هر چیزی که بخوایم اسمش رو بذاریم. اون تیمی که با پدر من کار میکردن یا در واقع پدر من باشون کار میکرد، همشون کم کم به نحوی از رشته شمشیربازی و از مسند در واقع حالا ریاست یا سرپرستی یا هر چیزی فاصله گرفتن و من شدم پسر اون آدمه توی این رشته که دیگه لابی اونها در قدرت نیست. آره، لابی اونها در قدرت نیست و اونا تو بازه زمانی که کار میکردن خیلی سالم کار میکردن، قهرمان‌های خیلی مشخصی رو به این رشته ورزشی دادن یا حداقل تلاش کردن که اونا قهرمان بشن و بعد دیگه اونا نبودن. این سری آدمی بودن که حداقل من خبر نداشتم که قراره چه جور آدمی باشن، خوب یا بدشون رو نمیدونستم. واسه همین بدون اینکه خیلی از پدرم بپرسم چه اتفاقی توی رشته ورزشی هست در بطنش، رفتم تو دلش. من بعد از 2 تا قهرمانی استانی که پشت سر هم دیگه آوردم، تو مسابقات قهرمانی کشوری توی تهران، توی خانه شمشیربازی توی هفته تیر شرکت کردم. تونستم مقام که نه در واقع، ولی تونستم چشم آدم‌ها رو نسبت به خودم جلب بکنم. به عنوان یک کسی که هم به هر حال یک فامیلی مشخصی توی این رشته ورزشی داشت و آدم‌ها میپرسیدن که این کیه، نسبتی با اون داره، و من میگفتم پسر اون آدمه، احد پرهیزکار، پسرش که الان روش پیست داره بازی میکنه. و برای آدم‌ها جالب بود که خب استعداد دارم توی این رشته. و من تونستم اولین دوره مسابقات جدی که در اشل کشوری بود شرکت بکنم تا 8 نفر برم بالا. از n نفر به 8 نفر رسیدم. و توی نمیخوام بگم مثلا ناداوری پیش اومد، نه، توی سری از اتفاقهای ورزشی در همون رشته در واقع من بازیه رو باختم و برگشتم رشت. یه چند وقتی گذشت، من یک مربی داشتم که شاگرد پدرم بود به اسم نیما خلیلی، امیدوارم هر جا هم هست سلامت باشه. نیما داشت زحمت میکشید برای من، داشت شمشیربازی رو به من یاد میداد، فنون شمشیربازی رو حداقل به من خیلی خوب یاد میداد. و از یه جایی بعد یه روزی من رفتم تو هیئت و دیدم که نیما نیست. پرسیدم که آقای خلیلی کجاست و منشی هیئت گفتش که ایشون برکنار شدن از کار و تنها شاگرد نیما من بودم. اینطوری بهت بگم تنها شاگرد نیما که داشت موفقیت می آورد من بودم و گفتن که نیما نیست و شما باید یه مدت خودت تمرین بکنی. خودت تمرین بکنیه واسه من این مدلی شد که خب من اصلا چیزی بلد نیستم، من دارم بهم میگن که چی کار باید بکنم در این رشته و هنوز اونقدی بلد نیستم. و اول حرفم گفتم یه چیزایی به آدم‌ها یاد میدادم. من از گذشته ورزشیم شروع کردم حداقل خوب تمرین کردن و به بچهای کوچیک‌تری که تو اون هیئت میومدن تمرین میکردن یاد بدم. خوب تمرین کنید، چه تمرین تخصصی بکنید، نه. و من یهو شدم مربی اونجا بعد از 5 ماه.
فکر کنم قهرمان استان شده بودم، تو 8 تای کشور رفته بودم، مربی استان شده بودم به یه نحوی. یه روز رندوم دیگه‌ای که وارد هیئت شمشیربازی داشتم می‌شدم تو استان گیلان، منشی هیئت جلومو گرفت. گفتش که بخش شما نمیتونین بیاین داخل. گفتم چرا؟ گفتن شما شهریه 2 ماه گذشته‌تون رو پرداخت نکردید. گفتم که چه شهریه‌ای خانم؟ من شما پروتکل هیئت ورزشی رو خوندی؟ گفتش که بله. گفتم قهرمانی استان دارم من 2 بار پشت سر هم دیگه، من اصلا نباید شهریه‌ای پرداخت کنم. شهریه‌اش هم چیزی نبود موقع 30000 تومان. ولی خیلی زور بهم میومد که یه نفر یه آدم رندومی جلومو گرفت و فهمیدم که نمیذارن من برم داخل. من دعوا و مرافعه گفتم اصلا زنگ میزنید به هر کی که میخواد، زنگ میزنید من میرم داخل، ساکم هم میبرم، میرم تو تمرینم هم میکنم، از همه هم بیشتر میمونم. بعد از سانس ما اونجا یه گروهی بودن میومدم، ژیمناستیک کار بودن، اینا میومدن تمرین کردن. گفتم اصلا تو سانس اونا هم بیرون نمیرم از اونجا و موندم و یه تماسی گرفته شد که نه تو نباید میرفتی و از دبیر هیئت. گفتم اوکی، حالا هر کی میتونه جلوی منو بگیره، من دیگه اومدم تو. اون روزا رو تمرین کردم، رفتیم. تو روز بعدی دیدم دیگه نه، واقعا مثل اینکه یه ذره جدی شده، یه آدمی رو از حراست آوردن، گفتن نمیشه. فهمیدم که نه، اصلا مشکل با من و شهری و این داستانا نیست. مشکل اینه که من پسر یک آدمی ام که دارم در این رشته ورزشی فعالیت میکنم و احتمالاً آدما فهمیدن که من احتمال موفقیتم توش هست. چند روز نرفتم سر تمرین، و فکر میکردم که پدرم متوجه نمیشه، چون نمیخواستم اصلا درگیرش بکنم، حداقل به خاطر خودم دوباره با اون آدم‌های حتما ناسالم. بعد از چند روز پدرم ولی فهمید این قضیه رو. گفت چرا تو سر تمرین نمیری؟ گفتم که اینطوری یه سری اتفاقات افتاد. گفت نه، تو دوباره یه سری کارهایی رو داری انجام میدی که نباید انجام بدی. کی گفته خودتو درگیر کنی با آدم‌ها و اینا؟ تو بیا برو سر تمرینت. لابلا اینا پدرم می‌خواست تلاش بکنه که من رو بفرسته تهران پیش شاگردهای بهترش در تهران که من با اونا کار بکنم. تو یه سری از تماسکاری‌های تلفنی پدر من یه گله‌ای رو راجع به من میشنوه که اینکه آقای پریسکار، پسرت چرا به اردو نیومده؟ پدرم میپرسه چه اردویی؟ میگه اردوی تیم ملی. 2 ماه پیش ما دعوتش کردیم به اردوی تیم ملی. اوکی، یعنی تو دعوت میشی به اردوی تیم ملی شمشیربازی ایران، بله، ولی کسی به تو اطلاع نمیده به هیچ عنوان. من حتی بعدها خیلی دعوا مرافعه کردم که خواهش میکنم کاغذش رو بهم نشون بدید. من شمشیربازی گذاشتم کنار، ولی کاغذش رو هم حتی بهم نشون ندادم. چرا نرفتی اردو بعد از اون که ببین، اولا که خب نمیتونستم برم. من یک بار دعوت شده بودم و مربیای تیم ملی و فدراسیون و همه اون آدمایی که در واقع مسند کار بودن، من یک آدمی بودم که دعوت شدم و نرفتم. خب و دیگه واسه اونا ببین واسه اونا خیلی فرق نمی‌کرد، چون تو قالب اونها هم آدمایی بود که البته نمی‌خواستن من باشم، یعنی محدود به گیلان و شهرستان رشت نبود، محدود به تبریز هم حتی نبود، به تهران و فدراسیون هم بود این داستان. خب متوجه شدم. یعنی اولا راه بر تو کامل بسته شد. راه برام بسته شده بود و انقدر دل سرد شدم که اصلا بابا چه خبره مگه اینجا. چند سالته اینجا؟ اینجا 22 سالمه، 22 یا 3. بعد از شمشیربازی چی کار کردی؟ بعد شمشیربازی زندگی من تقریبا میتونم بگم یه استارت جدی خورد. من از کودکی به خاطر توانایی زیاد مادرم در آشپزی و حتی پدرم در آشپزی خیلی علاقه شدیدی به آشپزی داشتم. همزمان باش درسم میخوندم، دانشگاه میرفتم و مخاطب جدی کافه و رستوران شدم که کافه های مختلف رو میرفتم میدیدم. از همون موقع منوهای کافه رستوران ها برای من خیلی جذابیت داشت. یعنی آدم ها اگر ما 2 نفر میرفتیم، شما یه آیتمی رو سفارش میدادی، دوستمون یه آیتم دیگه رو، من شروع کردم همه آیتم ها رو میخوندم ولی میدونستم چی قراره سفارش بدم. منو برام جذاب بود، فضای کافه رستوران برام جذاب بود که آدم ها میان ازت سفارش میگیرن، چه جوری باهات برخورد میکنن، جذاب بود. من مخاطب جدی کافه و رستوران شدم بعد از اینکه هر 2 رشته ورزشی رو نیمه تموم کنار گذاشتم. شدم مخاطب جدی کافه رستوران و علاقه‌مند شدم به آشپزی و الانم نمیدونم خودم رو
آشپز، یعنی نمیتونم بگم که من یک آشپز حرفه‌ای هستم یا نه، ولی رفتم سمت آشپزی و شروع کردم در حیطه کافه رستوران کار کردم. الان نمیدونم، حداقل شناختی که من پیدا کردم در این مدت محدود نمیشه به آشپزی کاری که تو میکنی دیگه. تو عملاً تو این 0 تا 100 یک کافه رو راه بندازی و بچرخونی، درسته؟ بله، تو این سالهای مختلف شکل گرفت این قضیه. من به اول اقدام کردم به عنوان یک مخاطب کافه رستوران، ورود زدن به این صنف و کار کردن، وارد صنف کافه و رستوران شدم در موقعیت یک وسطکار آشپزخونه. پیاز خورد می‌کردم، قارچ خورد می‌کردم، ظرف می‌شستم و اینا، و خیلی ها نمیدونستن فکر کردن. نبود. ببین، از اولین روزی که وارد آشپزخونه شدم یه خاطره جالب بر تعریف کنم. اولین روز من وارد آشپزخونه‌ای شدم و فکر می‌کردم که اوکی، خب مامانم خیلی خوشگل و خوب غذا درست می‌کنه، پدرم خیلی خوب برنامه‌های آشپزی رو دنبال می‌کنم، خیلی چیز باحالیه، و اصلاً فکر نمی‌کردم که برم قرار چی تو آشپزخونه صنعتی ببینم. رفتم وارد آشپزخونه شدم، 50 کیلو پیاز گذاشتن جلوم، 50 کیلو سیب زمینی گذاشتن جلوم. گفتن اول این پیازا رو پاک کن، خرد کن، سیب زمینی‌ها رو بشور، پاک کن، خرد کن، بذار کنار. و من اینطوری بودم که اینه مثل این که داستان. و قسمت زشت قضیه رو هم دیدی. تمام اون دو تایمی که داشتم اون 2 تا 50 کیلو رو پاک می‌کردم، داشتم به این قضیه فکر می‌کردم که خدایا قرار تموم بشه دیگه، یعنی به آخرین سیب زمینی برسم قرار تموم بشه. استراتژی تو ذهنم در نظر گرفتم. من اول پیازه رو تمیز می‌کنم که اشک بیاد، بعد سیب زمینی حداقل دارم میرم خونه بتونم یه جایی رو ببینم. و 3-4 تا سیب زمینی مونده بود تموم بشه. بعد داشتم خدا رو شکر می‌کردم که خدایا بالاخره تموم شد. به من گفته بود این کارو بکنه برو امروز دیگه قرار نیست بمونی. اولین روزم هم بود. اومد چاقو زدن رو بهم یاد داد. یادم نه، فقط گفت از این چاقو میتونی استفاده کنی. یاد که نداد چیزی بهم. و وقتی که داشت تموم میشد یهو نمیدونم چقدر، ولی انقدر اون 2 تا 50 کیلو زیاد بود، فکر میکنم که اون بسته بعدی هم 50 کیلو بود ولی کمتر. آورد یه بسته بزرگ قارچ گذاشت جلوم و گفت اینا 2 تا رو تموم کردی، آفرین پسر، الان باید اینا رو تمیز کن. و شروع کردم قارچه رو تمیز کردن و خورد کردم، بسته‌بندی‌های مختلف کردن و لابلاش هم آدما میومدن بهم میگفت. و مقوله آشپزی اولین روزم اینطوری بود و شروع شد. از اون جوونی که در 20 سالگی حداقل در سطح استان برای خودش سلبریتیه، عکسش این ور اون وره، بعد رفته شمشیربازی، یه مقام‌هایی آورده، دعوت به تیم ملی شده، دوباره یهو افتادی به اینکه سیب زمینی پیاز پاک کنی. آره، سیب زمینی پیاز جدی. این که دوست داشتی چقدر این فرآیند رو برات راحت میکرد، ولی این که از اونجا تا اینجا اومده بودی چقدر سخت میکرد؟ ببین خیلی خیلی کمک میکرد به اینکه راحت بشه این مقوله برام. من آشپزی رو با جون و دل دوست داشتم و دارم. اصلا بذار اینطوری بهت بگم، به خاطر پیشینه پدرم و مادرم خلق کردن یه اتفاقی برام خیلی جالبه. یه چیزی بتونم تولید بکنم برام خیلی جالبه. و آشپزی این حس رو خیلی بهم میداد که من در نهایت قراره یک پلیتی رو جلوی شما بذارم که شما از خوردن هر بخشش قراره یک لذتی ببری و تمام این بخشایی که شما قراره میل بکنی رو من درستش کردم. و این من دارم این اتفاق رو رقم میزنم خیلی برام جالب. چقدر سخت بود؟ آره خیلی سخت بود. من میتونستم با پولی که اون موقع از فوتبال در میارم ماشین بخرم، کما اینکه این کارو کرد. میتونستم با اتفاقهایی که توی فوتبال و بعد در شمشیربازی برام رقم خورد، میتونستم در همون هیته بمونم به عنوان یک آدمی که یک سری معلومات داره و همون رو ادامه بدم. و نه سلبریتی، ولی حداقل یک آدمی از سلبریتی که واژه است. یک آدم معروف نه، ولی یک آدمی که مطلع از یک جریانی بمونم. ولی خودم رو گرفتم، رفتم توی یک فضای دیگه‌ای به اسم آشپزخونه صنعتی، کافه و رستوران، شستن ظرف و قاشق چنگال مردم و ظرفای کثیفی که آدم‌ها اصلا خیلی دقت بهش نمی‌کنن که یک ظرف غذا خوردن و تلاشتون رو بکنین که دستمال کاغذیتون رو توش نندازید، آدامستون رو بهش نچسبونید بدید توی آشپزخونه. ولی آدما به این توجه نمی‌کنن و من شروع کردم به شستن اینها، تمیز کردن یه سری از کارها و هم نوع پوینت مثبت داشت هم پوینت منفی برام. ولی اینکه دوست داشتم خیلی کمک کرد که توش بمونم.
خب من که خیلی دوست دارم بحث رو خیلی بیشتر ادامه بدیم، ولی فکر کنم یه ساعتی هست که وقتتو گرفتم. یه 2-3 تا سوال دیگه دارم که خیلی مهمه اینا رو بپرسم و بعدش دیگه مجبوریم که تموم بکنیم این برنامه رو. اگر بخوای 2 جمله، یکی به سهند 4-5 ساله بگی، بری در عمق وجودت و با حالا اون کودک درون سهند، نه که برگردی به گذشته، به عنوان یک آدم بزرگ 33-4 ساله بری عقب، بری پیش اون کودک درونت و بهش یه چیزی بگی، چی میگی؟ دومیشو بعدش میگم، اول اینو جواب بده. حتما یه جمله رو بهش میگم، حتما بهش میگم عجله نکن واسه بزرگ شدن. عجله نکن. چون من آدمی بودم که تو تمام زندگیم عجله داشتم واسه اینکه بزرگ بشم. تا اینجا که حرف زدی چند تا پوینت مشترک دیگه هم گفتی، همین عجله داشتن و اینکه مادر شما معلم بوده، مادر منم معلم بوده، آموزش پرورشی. عجله نکن. از چی ناراحته سهند 4-5 ساله؟ هنوز از چی ناراحته؟ سهند 4-5 ساله از اتفاقات خیلی عجیب غریب و کوچیک ناراحته. سهند 4-5 ساله حتما از این ناراحته که چرا یه ورشکستگی مالی تو خانواده‌اش اتفاق افتاد. حتما. حالا اون موقع 4-5 سالم بیشتر بود، ولی همون دوره رو بخوایم در نظر بگیریم. حتما ناراحته که تیم فوتبال محبوبش توی تایم‌های مختلف باخته. حتما زیاد گریه کرده واسه تیم فوتبالش. از این میتونم بگم ناراحتم که کاشکی به حرف آدم‌هایی که تاثیرگذار بودن تو زندگیمون موقع به من یه مقدار تاثیرشون رو کم احساس می‌کردم، بیشتر گوش می‌کردم. چون آدم‌هایی بهم داشتن اون موقع حرف می‌زدن، بهم یک سری چیزهایی رو میگفتن که بلد بودن اون مقوله ورزش رو پدر من بلد بود. مقوله ارتباط با دیگران رو پدر بزرگ من خیلی خوب بلد بود و من پدر بزرگم رو خیلی دوست داشتم و هنوزم دارم و چندین ساله که از دستش دادم. خدا رحمتش کنه. کاش یه مقدار بیشتر به حرفشون گوش می‌کردم. ولی در مقوله ورزش ناراحت نیستم. الان دیگه ناراحت نیستم ورزش رو کنار گذاشتم، چون تو همین شغلی که راجبش حرف زدیم من بعدها تبدیل شدم به یک آشپز بین‌المللی با مدرک‌های مختلف بین‌المللی، راه انداز کافه‌های مختلف بودم و هستم. حالا شاید آدم‌ها بپذیرن ازم و چند ساله که تو این هیته دارم کار میکنم. خوشحالم که تو این هیتم. تا حالا واقعا در خلوت خودت رفتی در مغز خودت و با سهند کوچک صحبت کنی؟ رفتی پیشش ببینی چی میخواد؟ اصلا باید قهره، باید آشتیه؟ نمیدونم. من خیلی با خودم حرف میزنم، ولی نمیدونم سهند 5 تا 10 ساله رو مخاطب خودم قرار دادم یا نه تو این سالها. تجربه جالبیه، کارو بکن اگر که نکردی. حتما. چیزای عجیبی میفهم. حتما. یه چیز دیگه ای که سوال دارم اینه که اگر برگردی پیش سهند 24-5 ساله که اول مسیر کافه و رستوران و اینهاست و تا حالا 2-3 بارم زمین خورده، چه در اون برشکستگی که خودت توش با اون دوستی که گفتی شریک بودی، چه شمشیربازی باشه چه فوتبال، چی میشه؟ ببین واسه سهند 23-4 ساله خیلی حرف دارم. شاید بگم بیشتر از سهند 5 تا 10 ساله حرف دارم واسه اتفاقایی که واسش افتاد. اول از همه جدی بودن یک سری از اتفاقایی که توی اون بازه زمانی داشت میافتاد رو من متوجهش نبودم. من خیلی زودتر میتونستم توی این شغل، حالا به یک مرتبه اگر رسیدم یا نرسیدم اونو بقیه باید بگن، آدمایی که باهم دارن کار میکنن، من خیلی زودتر میتونستم برسم به این مرتبه. اینکه یه مقدار دور زندگیم رو تندتر بکنم، یه مقدار کارها رو جلو انجام بدم، پیش بینی بکنم این سری از اتفاقات. حتما با سهند 24-5 ساله صحبت میکنم که این کار رو انجام بده. سهند 27 ساله رو نمیفرستم به سربازی و توی 22-3 سالگی میرم. هر اتفاقی که داشتم درس داشت میافتاد و هر چیز، حتما زودتر میرفتم سربازی.
و 27 سالگی نمیرفتم چون خیلی اذیت شدم تو دوران خدمتم. دور افتادم از اون حرفه‌ای که داشتم پیگیری میکردم و دنبالش میکردم که برسم بهش، حداقل 18 ماه، و کلی حرف دارم باش بزنم. حرف خیلی ها رو گوش نمیدادم این دفعه، با توصیه خیلی از آدم ها انتخاب هام رو عوض نمی کردم، نمی رفتم سمت آدم های مختلف، یه مقدار دقیق تر می شدم توی این قضیه. من یه چیز کوتاه بگم، نمیدونم حالا وقت شاید نداشته باشیم خیلی. من تو سال 99 یه مسابقه آشپزی شرکت کردم توی ایران، توی 530 نفر تونستم نفر سوم بشم. اینو شاید یه سری از آدمای نزدیک به من در زندگیم هم که الان دارن این ویدیو رو شاید بعداً قرار ببینن هم نمیدونم، ولی خب مدارکش تو خونه و ویدیوهاش و اینا تو خونه هست. من هیچ موقع در زندگیم اینستاگرام نداشتم، هیچ پیج مجازی هیچ وقت نداشتم. من تو سال 2009 یه اکانت فیسبوک داشتم، 2011 دیلیت اکانتش کردم و دیگه هیچ موقع هیچ جایی نداشتم که خودم رو معرفی بکنم به آدم‌ها. ناراحتم از بخش سوشال نبودنم نیستم، اتفاقا خیلی خوشحالم که خیلی آدم سوشال نیستم. ولی اگر بخوایم نگاه بکنیم که مسیری رو میتونستم طی بکنم واسه موفق تر شدن توی شغلم، شاید به این فکر میکردم که اوکی یه سری کارا رو بکن، یه سری قدم‌ها رو بردار واسه اینکه خودتو معرفی بکنی به آدم‌ها. و اصلا چی میشه؟ این سوال الان اضافه کردم، سوال آخر ما میتونی از الان بهش فکر کنی. یه بیت شعره که خیلی دوستش داری باید هدیه بدی به ما و ما یادش بگیریم از تو، ولی قبلش دوست دارم بپرسم کجاست اون نقطه‌ای که دیگه حتی برات مهم نیست بری به آدمای عزیز زندگیت بگی که آقا من سوم شدم تو 530 نفر؟ چی میشه که اون اتفاق میفته؟ علی الانم مهم نیست برام. میدونم از یه جایی به بعد دیگه مهم از نیست. یه جایی به بعد دیگه مهم نشد خیلی چیزا برام. اولویت‌های زندگی تغییر کرد. تلاش واسه این که بتونی بقا داشته باشی توی این مملکت به نظرم بزرگترین اتفاقی که یک آدم داره تو زندگیش رقم میخوره. یعنی میخوای بگی از جنس افسردگیه یا از جنس بزرگ شدن و پختگیه؟ از جنس بزرگ شدن و پختگیه. تو همین محیطی که هستیم خیلی از آدم‌ها نمیدونن من چی کارم. یه روزی یکی از نزدیکترین آدم‌های من تو این مجموعه ازم سوال پرسید، گفت راستی دوست داری چجوری معرفیت کنم به آدم‌ها؟ بگم سرآشپز اینجایی، بگم باریستای اینجایی، بگم مدیر اینجایی، بگم چی؟ گفتم باورت میشه اصلاً برام فرق نمیکنه که بگی من آشپزم، یه غذای خوشمزه تولید کردم، بگی من پشت بار اینجا دارم کار میکنم، یه قهوه خوش‌طعم برات آوردم، یا بگی اینجا رو دارم مدیریت میکنم و اتفاقای خوبی دارم. از کی اینجوری شد؟ سیاسی نمیدونم میشه یا نه. من 401 سال متفاوتی شد خاموش شده دیگه. 401 خاموش شدم. من از 401 به بعد خیلی چیزها رو دیگه دوست ندارم. من لابلای حرفای ورزشی که با هم دیگه زدیم بگم من آدمیم که ان تا عمل جراحی روم انجام شده. من دیسکمو سال 400 عمل کردم که به گواه 5 تا دکتر حاضر در این مملکت، اگر 1 ماه دیگه طول میدادم این کمر درد و من پای چپم رو به صورت کامل از دست میدادم. من توی دی ماه گذشته طحالم رو از بدنم برداشتم، از قفسه سینه‌ام تا نافم رو بریدن، طحالم رو از بدنم برداشتم. 1-2 تا عمل جراحی دیگه داشتم، کیست خیلی عجیب غریبی تو بدنم بود که اینقدر بدنم شکافتن و برداشتم. اینقدر اتفاقای عجیب غریب مختلف تو زندگی من افتاده، پزشکی، ورزشی، خانوادگی، کاری، که دیگه اون هویت رو تو چشم مردم فرو کردن دیگه برام اهمیت نداره. برام مهمه که آدم‌ها بشناسن منو، بدونن چقدر آدم موفقیم، ولی تو چششون هم نمیخوام فرو بکنم. این نمیخوام برم بگم به این دوستمون که اینجا الان نشسته یا سرپا وایساده، برم بگم خبر داری من مدیر اینجام، خبر داری من آشپز بین‌المللی ام که از 2 تا دانشگاه مختلف خفن توی دنیا، یکیش تو فرانسه یکیش تو آلمان، من مدرک بین‌المللی آشپزی دارم، خبر داری من دوره ایزو کافه داری دیدم.
دوره بین‌المللی یوزای کافه داریدم، خبر داری من بارتندرم، خبر داری من باریستام، خبر داری من فوتبالیست بودم، مربی فوتبال بودم، یه تایمی شمشیر باز بودم. دیگه برام اینا مهم نیست. البته اینا رو گفتم، مخاطب میگه همه رو لامصب گفتی، ولی نه خب اینجا که خیلی فضای خودمونی و اوکی، خیلی چیز یاد گرفتیم، باز هم یاد میگیریم. البته یه بیت شعری که خیلی نجات دهنده‌ات بوده یا دوستش داری یا هنوز بهش رجوع میکنی؟ ببین داشتم به این فکر میکردم توی یکی دو روز گذشته که احتمال داره سوالهای تو چی باشه. نمیدونم چرا به این فکر میکردم که احتمال داره بگی موزیک چی گوش میدی. نمیدونم چرا. میتونی اون شعری که میخونی از یک موزیک باشه ها. آره، من اولا که سلیقه موسیقیم سلیقه خیلی عجیب غریبیه. من رپ و راک و موسیقی اصیل رو پشت سر هم دیگه از هر کدوم یه ترک میتونم گوش بدم و بعد از همه اینا اگر بخوام چه آروم بشم، چه خوشحال بشم، چه هر چیزی، داریوش گوش میدم. بله، این که با افتخار همیشه اینجا میشنویم. چی گوش میدیم؟ آره اونا رو همه رو من میذارم. بیت متفاوت اگر بخوام راجبش حرف بزنم، نمیدونم، به شما یاد دادنش رو نمیدونم قراره به شما یا به مخاطبات چیزی یاد بده یا نه، ولی خودم رو حداقل همیشه آروم کرده. همیشه این بیت شعر من رو آروم کرده که میگه من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی، یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی. دل و جانم به تو مجذوب و نظر بر چپ و راست، تا نگویند رقیبان که تو منظور منی. مصرع آخرش رو فکر میکنم یادم رفته. آره مصرع آخرش رو یادم رفته. قشنگ. خیلی دوست داشتم، خیلی آرومم کرده. همیشه تو دوران سربازی خیلی با خودم تکرارش میکردم و آره اینطوری یاد بدبختی هم افتادم باشه. ولی واقعا قشنگ. دست در نکنه. انتهاش هم میگه دیگران چون بروند از نظر از دل بروند، تو چنان بر دل من رفته که جان در بدن. انتهاش اینطوری تمام میشه. دوست داشتن مردونه این شکلیه دیگه. آره. آقا داریوش میگه مرد که گریه نمیکنه، مرد که گریه میکنه. به نظرم مرد گریه میکنه. همه گریه میکنه. یعنی تو حموم و تو اتاق دربسته و پشت فرمون و جایی که کسی نمیاد. پشت فرمون زیاد. پشت فرمون حتما زیاد. دست در نکنه. خیلی ارادت دارم. خیلی برنامه قشنگی شد فکر کنم. من دیر اومدم، من شاید خوب حرف نزدم، من شاید بریده حرف زدم، ببخشید. انقدر زندگی چیز داره برای تعریف کردن که شاید میشد 2 تا 3 تا اپیزود دیگه هم رفت. شاید یه روزی بریم. شاید. واسه من که باعث افتخار، خیلی خوشحال شدم. مخلصم. قربون تو برم. دست شما در نکنه. تا یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.